باید بگیرن کلن فضاها رو گرفتم مرسی پویان از اینکه وقتت رو به من دادی. بریم با خبرهای داغ کرونایی. محققای آفریقایی تانزانیا از یک پاستایی رونمایی کردن که خاصیت ضد کرونایی داره. پروفسور موریس برای تهیه این پاستای جادویی از نوعی ادویه آفریقایی خاص به اسم تیستی کسکویی که به همون اسم استفاده کرده. گفته شده بیمارای کرونایی بعد از خوردن این پاستا بعد از 2 روز بهبودی کامل پیدا میکنن. خبر بعدیمون کرونای سگی. وزارت بهداشت جهانی به کسایی که حیوان خونگیشون سگه هشدار داد که فاصله اجتماعیشون رو با سگشون حفظ کنن و برای سگشون ماسک تهیه کنن. در همین رابطه از ایران سگی رو که برای مطالعه کرونای سگی دارن و در تصویر مشاهده میکنیم. صاحب این سگ رها خانوم هستن که خودشون هم همین الان توی رستوران امیر شکلات حضور دارن. 5 شهریور تولدشونه و تولدشون خیلی مبارک باشه. من به نمایندگی از تک تک فن پیجاشون بهشون میگم که خیلی دوستشون دارم. جانم باش نوشدار و بعد مرگ فایده نداره. جانم باش رخنمای